سلام علیکم یارو دوستان، اینک باز یک ریمونتی عوض کردن ردکتوری ماشین های گاز های پرستوی. حالا چگونه کندن همون ردکتور و چگونه نو پیوست کردن شد برای شما یک نواری خلاصه کرده بعد شما دوستان پیشنهاد میکنید. اگر ما بودو در یگان جا میمونید استان نمیبید، خودتان این کار رو از عهدهش میبرید. اول ردکتور رو در پشت ردکتور یک بولت 13 با کلیت 13 او رو میکشید و ردکتور رو این سیم ها چند تا پروادو است اونا رو از زمین میوش کشوده بعد جدا کرده میگیره. عرضی کشودن همون بولتی پسی نیست که ردکتورهای اتیکر در همین نمودش. این در حالی که شما استا نمیابید خودتون عوض میکنید، لیکن استا باشد اگر با استا خودش سازد بهتر. و اینجا دو تا شلنگ آب است همون هم میکشید. از حساب این که ماشین ما با آبی هم تو آبی کران خطی گشته ایستاده است، اگر این شما ماشین تان آنتیفریز باشد حتما در زیرش یگان ظرفی رو گذاشته همون آنتیفریز رو میگیره باز برای دوباره استفاده کردن. و اینچنین در زیر مگنیت یک بولت هست، همون بولتش هم میکشید با کلیتی چنده؟ 14. با کلیت 14. و اینچین ناگفته نماند که پیش از آغاز کردن کشادن ردکتور ما حتما باید همون بالون گاز هر دو کرانیکش رو محکم کنیم تا اینکه گاز بخار شده نرود و در کار ما خلل وارد نکنه. و در وقتی میکشید میخواد صدای آوازی گاز میگوره، اون استاتکی که در داخلش قوروهای همین گاز است هوای برآمده اخراج میشد، بعد کار رو آغاز میکنه. این گازی پرستو است. و این ما حاضر جدا کردیم، حاضر این مگنیتیک رو با کلیتی 12 شده بود در این ناو میش پیوست میکنیم. این حلقه ما جدا کردیم، این حوض در ردکتور ناو پیوست میکنیم. و یک چیز رو گفته گذارم که استوها ما چند استو رفتم گفتن که همین سراکه رقمی که شما در زیر نوار میبینید 06/2021 همین چیز سال 2020 رو گفتن که دیفکت است. واقعا ردکتور من چسبوندگی کهنش 2020 بود. هر روز از روزی که همون رو شیناندگی هستم تا عبید نغز بعد از عبید میشد یک سر و صداهای کرده زودی گیران نمیشد، خلاصه گاز نمی آید. بعضی گفتن که همون نیست که چیزه و مگنیت کشه آلیش میکنی نغز میشه. مگنیت که هم آلیش کردم همین خیلی دوام کرنگیست. خلاصه بیاک وی آمدم که حتما همین ردکتور رو از نو آلیش کرده و یک نغزش میمونه.
حتما برای پیوست کردن مگنیتکا با ردوکتور فولنتر استفاده میبرید برای اینکه گاز وای نکنه، گاز سر نتیجه در گرد اطراف همون پیوستگیش. اگر ویدیو من به شما پسند آید حتما به کانال ابونه نشده باشید. اگر ابونه میشوید و همون گفتی دوشنبه که لایک میجوخید. سخت این مستحکم محکم میکنید که با گاز سر نتیاد، داخل سالن بوی گاز نداره. حاضر اولا همین ردوکتور رو در همون استویکی که هست با کلیت 13 ولتش ترنگ کرده مستحکم میکنیم. سپس بعد همون شلنگ هایش رو پیوست میکنیم. از شما بخشش میپرسم سر اول همون شلنگ هایی که آب هستن همون رو پیوست کرده. سپس ردوکتور رو در همون استویکی که در عقبش هست مستحکم میکنیم با کلیت 13. برای خاطر مسه پیوست کردن که از این بولت ها رو کشوده در گرد او همین سیم رو پیوست کرده بود دوباره سخت میکنید میشه. جای مخصوص ندارد به همون خاطر در یک اونجا اول پیوستش میکنید. موضوع در این یک شوشده است و پیوست کرده سخت کرده میمونید. شما وقتی که همون پروادور در همون مگنیتکا میکنید جایهاشون انیخ کنید که تا اینکه بود جایهاشون رو عوض نکنید. و همین چند نمود ولتاژ هست همینجور فول انتقاطی پیچانده مستحکم میکنید تا اینکه گاز نبرارد. و مثلا بعضا میشد که های میکنید میگوید ماشینم کم گشته لیکن در همین خیلی جایهایش گاز میبرارد. و برای خاطر این فهمیدن که چه خیلی گاز برامسود است یا نه مخصوص کف میکنید با صابون همین بالا همین کف میمونید خودش اگر پوزیراک شود دیگر میفهمید که سرد و سرد است. سپس آب میریزیم، اون که ما انتیفریز میریزیم. اونه که در این شدیم ریخت از این به خاطر اینکه من آبی عادی میریزم ماشینم رادیاتورش عیب داره آبی عادی میریزم و شما میتونید انتیفریز رو با چوکشش میریزیم. هواش اینجا میبرونیم یکی از این تروباش سخت نمیکنیم تا اینکه هوای همون آب براید از ردوکتور. هم خیلی هست. بعد از اون که انیخ کرد که هوایش برآمد همین شلنگ بولویش رو خموتش رو ترنگ محکم میکنید که دیگر آب نگذرانه. اگر که آب میگذرانید باشه میتونید با گرمتیک در اطرافش کمی سویده سخت میکنید. این بود یک نواری مفصل درباره چگونه عوض کردن ردوکتور گازی ماشین پرستار و یک خیلی نیست که میگوید این ردوکتورش چگونه عوض کردیم برای شما گذاشتیم. اگر ویدیو به شما پسند آمده باشه حتما به کانال ابونه شدن رو و پادپیست کردن رو و لایک گذاشتن رو فراموش نکنید. باقی سربلند خانواده باشید. الان همیشه ماشیناتون گفتی خوشنده در تگ شمال گذشته ایستاده دوی ماشیناتون برای شما خدمت کنند. رحمت برای استا و برای بینندگان همین نوار. اگر ویدیو معقول شده باشد اگر خیلی ما از شما شاد هستیم.